گروه هلسینکی مسکو برای ادامه کار در روسیه مبارزه می‌برد. وزارت عدلیه برای برهم دادن سازمان به دادگاه شکایت برد. مسئولان وزارت دعوا دارند که سازمان تنها در مسکو ثبت نام شده ولی کارش را بیرون از حدود پایتخت به راه مانده است. وزارت عدلیه با مراجعت خطی ما با والی سنت پتربورگ برای دفاع از شرکت‌داران پیکت‌های یککسه اشاره می‌کند. با ما اجازه نیست که به سنت پتربورگ نویسیم. آیا ما می‌توانیم به کسی در آنجا زنگ زنیم؟ آیا شریکان منطقوی ما می‌توانند یا این هم من است؟ این خیلی ناروشن و نادرست می‌باشد. گروه هلسینکی مسکو سال 1976 تأسیس یافت و قدیمترین سازمان دفاع از حقوق انسان در روسیه است. آن زمان اتحاد شوروی سازشنامه هلسینکی را امضا نمود که طبق آن کشورهای عضو باید معیارهای حقوق انسان را رعایت کنند. این سازمان از روزهای اول تأسیسش زیر تعقیب و فشار بود. ما تعقیب‌های آن سال‌ها را در یاد داریم که با وضعیت امروزه شباهت‌های زیاد دارد. البته ما تنها به خاطر آنکه کسی فعالیت ما را قطع کردن می‌خواهد سازمان را برهم نمی‌دهیم. ما نیت داریم از حقوق‌های کنستیتوسیونی خود استفاده نماییم، از جمله آزادی اتحادیه و بیان، جستجو و پهن‌کنی اطلاعات. یکی دیگر از سازمان‌های معروف دفاع از حقوق انسان در روسیه نیز تحت فشار است. مرکز ساخاروف اخیراً برای نقض قانون درباره اگنت خارجی 5 میلیون روبل و یا حدود 73,000 دلار جریمه شد. ما در مدتی کمتر از یک روز از مرافعه آگاه شدیم. در این باره نخست از رسانه‌ها خبر یافتیم و تنها روز 22 دکبر در تلگرام پیام‌ها گرفتیم. دادگاه روز 23 دکبر تعیین شده بود و این جایز است که پرونده برهم دادن سازمان مموریال را به یاد آوریم. از اول آنها نیز به یک قطار نقض قانون درباره اگنت‌های خارجی متهم می‌شدند. مموریال یکی از سازمان‌های اجتماعی با نفوذ در روسیه بود. ماه دکبر سال 2021 دادرس حکمی برهم دادن این سازمان را برای ویران کردن قانون درباره اگنت خارجی صادر کرد. حالا همین دادرس برای پیش بردن مرافعه گروه هلسینکی مسکو تعیین شده است. قرار است مرافعه دادگاهی دوام ماه ینور صورت بگیرد.